it scary being an FBI agent? لانگ لگز یا لنگ دراز فیلمی آمریکایی در ژانر وحشت محصول 2024 به نویسندگی و کارگردانی آس پرکنز. در این فیلم بازیگرانی مثل مایکا مونرو، نیکولاس کیج، بلر آندروود و آلیشا وت حضور دارند. داستان فیلم در مورد یک مأمور FBI به نام لی هارکره. پرونده حل نشده یک قاتل زنجیره‌ای به او سپرده میشه و بعد از تحقیقات متوجه یک ارتباط شخصی با این قاتل بیرحم میشه. قبل از هر نکته‌ای باید به کمپین تبلیغاتی گسترده این فیلم اشاره کنم که به کمک مارکتینگ بسیار قوی به حدی در کشاندن مردم به سالن‌های سینما موفق بود که تونست لقب پرفروش‌ترین فیلم ترسناک مستقل 10 سال گذشته رو به دست بیاره. بخش‌های ابتدایی فیلم ریتم خوبی داره. فضاسازی، نوع فیلمبرداری و نورپردازی اتمسفر پرتعلیقی رو میسازه. اما این اتمسفر و تعلیق کارایشو خیلی زود از دست میده. شخصیت پردازی ضعیف، روایت غیر منطقی فیلمنامه و عدم پرداخت درست به انگیزه‌های قاتل فیلم رو مبهم و سردرگم میکنه. ایده های زیادی در این فیلم وجود داره که تعداد کمی از اونها واقعا به نتیجه میرسن. ما عروسک های ترسناک، فرقه های شیطان پرستی، نامه های قاتل سریالی رمزگذاری شده، مضامین مسیحی، شخصیت های روانی، تحقیقات قتل و زیرزمین های وحشتناک داریم. انگار سازندگان احساس میکردن که باید تک تک کلیشه های ترسناک رو توی فیلم جمع کنند. حتی گریم عجیب و اگزاجری نیکولاس کیج هم نتونست توقعاتی که به مدد تبلیغات ایجاد کرده بود رو برآورده کنه. لانگ لگز نه تنها فیلم ترسناکی نیست، بلکه شبیه یک آشفتگی ایده هاست.